خب مراقبه به این صورته. یه آهنگ پخش میشه، ازتون میخوام که صاف بنشینید، کمرتون رو صاف نگه دارید و دستورالعمل تمرین تنفس رو بهتون میگم، گوش میکنید؟ اگه مقاومت دارید، بدنتون داره سعی میکنه در شناخته ها بمونه. با روش خودتون تجربه قبلی رو خواهید داشت، روش جدید رو امتحان کنید تا تجربه جدید بیاره. ازتون میخوام این انرژی رو برسونید به اون بالا، یعنی به غده پینال. ازتون میخوام نفستون رو نگه دارید. هدفمون حبس کردن نفس نیست، هدف اینه که یاد بگیرید مسیر رو طی کنید. 1 2 3 4 5 همه چی رو همزمان فشار بدید و اون مایه رو بفرستید سمت غده پینال و این بلورها رو فشرده کنید تا از نظر الکتریکی فعال بشن. متوجه شدید؟ بگید. اگه کاری نکنید چیزی به دست نمیارید. در بخش اول آهنگ من باهاتون کار میکنم و کارایی که میگم و انجام بدید. دقیقاً همون کاری رو بکنید که ازتون میخوام. انگیزه داشته باشید، شاد باشید، نیتتون این باشه که انرژی رو حرکت بدید. صاف بنشینید، دیگه اینو بلدید، فقط امتحانش کنید. در نصفه اول آهنگ من باهاتون کار میکنم و بعدش میگم حالا خودتون تنهایی انجامش بدید. البته مدام بهتون یادآوری میکنم که دارید چی کار میکنید. تنها کاری که ازتون میخوام اینه که انگار دارید مایه رو از نی میکشید بالا. با نفستون پرینتون رو به غده پینال وصل کنید. موقع دم ازتون میخوام انرژی رو بکشید بالا. همزمان با دم ماهیچه هاتون رو بکشید بالا. 1 2 3 برسید به سینتون. 2 3 4 شانه ها پایین تا برسید به گلو، برسید به اون غده، به مرکز ششم. ازتون میخوام همونجا بمونید، توجهتون رو بهش معطوف کنید. بعدش همزمان پرینتون رو بکشید بالا، ناف به سمت ستون فقرات. مرکز بدنتون رو سفت کنید، شانه ها پایین، ستون فقراتتون رو یکم بیشتر صاف کنید و فشار مایه رو بیشتر کنید. بعدش نفستون رو بدید بیرون. اینا رو خودتون تمرین کنید. بعد از اینکه ریتم رو تنظیم کردید، وزن خودتون رو پیدا میکنید. ریتم خودتون رو پیدا میکنید و قلقتون رو. نظرتون چیه؟ موسیقی عوض میشه، میبرمتون به درون نیستی. فقط با هم بیاید. دیروز خیلی خوب انجامش دادید، بیاید دوباره انجامش بدیم. بیایید از مکان و زمان عبور کنیم و به عنوان آگاهی محض اونجا بمونیم. بهش میرسیم و وقتی به این حالت رسیدید، ازتون میخوام به بدنتون یاد بدید که این هیجانات مختلف رو حس کنه. فقط میخوام همراه هم احساسش کنید. با نیت تغییر دادن بدنتون احساسش کنید و بهش اطلاعات جدید بدید. بذارید حسش کنه. بدنتون باور میکنه که داره در یک محیط کاملا جدید زندگی میکنه. ذهن رو از بدن بیرون میکشیم و بدن رو نسبت به یک ذهنیت و یک هیجان جدید شرطی میکنیم. بعدش مراقبه رو تموم میکنیم. بدنمون رو با یک انرژی جدید تبرک میکنیم. زندگیمون رو تبرک میکنیم. انرژیمون رو تغییر میدیم تا گذشتمون رو تبرک کنه و تبدیل کنه به حکمت. آیندهمون رو تبرک میکنیم تا پر بشه از ماجراجویی. روحمون رو تبرک میکنیم تا قطب نمای زندگیمون باشه و ما رو از خواب بیدار کنه. نادیدنی های درون و الهیت درونتون رو تبرک کنید. داره بهتون زندگی میبخشه. ازش بخواید که بهتون نزدیکتر بشه، در اطرافتون جاری بشه و شواهدی در زندگی بهتون بده که بفهمید وجود داره و واقعیه و جوری بهتون بده که اصلا انتظارش رو نداشتید و غافلگیر بشید و هیچ شکی براتون باقی نمونه که شما سازنده زندگی خودتون هستید. بعدش میریم استراحت و نهار. نظرتون چیه؟ قول میدید در طول مراقبه واقعا توی مراقبه باشید؟ و دستورالعمل‌های تکنیک تنفس رو دنبال کنید؟ حال ندارم، انرژی رو حرکت نمیده. شنیدید؟ با خودتون چی آوردید؟ برای این یکی چی آوردید با خودتون؟ باید از جون مایه بذارید. ازتون میخوام تو این کار غرق بشید. اونقدر غرق بشید که این کار براتون اون تجربه رو بسازه. ازتون میخوام اینجوری باشید. میتونید همه تلاشتون رو بکنید؟ بریم تو کارش.